بعد анакун ман ба фикр фурӯ рафтам ки агар ин як хуб бигизарем 15000 сомон бошад, дигараш куҷо шуд? Дигар ин масалан 30000 мошин, ками камаш мошине ки сабукрав бошад 325 сомонӣ ва 336 сомонӣ супорида бошад. агар ноадолатие ки баъзан мақомот анҷом медиҳанд. касе тафтиш мекунад ки оё ҳамин гуна як маблағ омад куҷо шуд? чаро роҳҳо таъмир нашуданд? خب 337 سومون و 50 درهم شده است. 337 سومون و 50 درهم. خب ما انداز میسپاریم به خاطر آن که در راه میرویم میآییم، به خاطر آن که این راه ها باید تعمیر شوند. ولی همین گونه حالت شده که شما از این پول دادتون 1001 بار پشیمان شده باشید. اگر نه پس به این نوار اولا یک توجه کنید، بعدا صحبتمون رو ادامه میدیم. من اکنون باز با یکی از کوچه های چند وقت پیش من در نوار نشان دادم، باز برگشتم. نگاه کنید خودتون با حضور، با دقت. من این راههای مرکزی نوحیه است، مرکزی شهر وحدت. این در نزد بازارچه گلستان. اکنون ببینید که چه حال دارد. خب اینش هم یکی از راههای مرکزی در شهر وحدت. ببینید که به چه حال است. دوستان عزیزم، اکنون من به شما راههایی که طرفی جماعت های این ناحیه می رود اکنون به نمایش می گذارم. اکنون ببینید سر شد. اون راههایی که باز در مرکز ناحیه بودن به خیرتر است. اینجا اکنون با گفتی بعض برادران تاکسیرانی ما مبارزه برای حیات سر می شود، برای حیات قسم‌های احتیاطی. با دقت نگاه کنید. اکنون شما نوارها رو تماشا کردید دوستانی عزیزم. خوب دیدید این قدر راههای افگار و ویرانه که ما داریم سبب آن می شود که ما در هر یک 10 روز 15 روز پس قسمای اولین درجه سیستم تکیهگاه حرکت ماشین یا خدوای چسب میگویند آن رو عوض کنیم. در مجموع با کار اوستا عوض کردن هر یک از همینا 1 تا 400 سومون یا 420 سومون میغلطد یا 450 سومون وابسته به انصاف بعضی اوستاها. باز اکنون حساب کنید وقتی که در بین 2 ماه شما یک امورتیزاتر که با مبلغ 850 900 سومون خریداری میکنید از کار میبرند و شما باز مجبور میشید که از نو امورتیزاتر نو خرید 900 سومون باز علاوگی صرف میشود، در حالی که ما انداز میسپاریم تا در این راه رفت آمد کنیم. خوب انا اینش اکنون یک باز نگوید این یک بار این 2 هفته پیش عوض کردم من. انا اینش باز یک 3 ماه پیشتر بود عوض کردگی. پروژه نو رو اهمیت دادیدم. یکیش دیگر است، دیگرش دیگر. به چه خاطر؟ بدون خاطر است که همراهانشون الک شکستند، یک جفتشون باقی مانده است، یک جفتشون. به همین خاطر از سبب اونی که در چخوری های زیاد میزنیم یک جفتیشون میشکند و همین گونه ما یک چی گویم اکنون انباری قسم های احتیاطی ویران شده رو داریم در خانه، در حالی که ما باید در راه های هموارتر گردیم و این گونه یک جبر و ستم بر جایب ما هم نشود. خوب اکنون
وابسته با اون قسمای احتیاطی که شما دیدید 337 سومونی شد. 337 سومونی 50 درم. اکنون برای چی می استفاده‌اند مردم؟ برای در همین گونه یک راههای ولنگار رفتن آمدن، برای اون که باز هر یک 2 ماه 3 ماه باز روند 2000 و 2500 مبلغ صرف کرده ماشین برقرار کنن، در حالی که بعضی‌ها شاید اینجا باز فکر کنند که این پول به کجا می رود. پول از روی شنیدی من پیش وقت میدونم در زمان شوروی همین خیلی بود که پول واسطه‌های نقلیاتی را در محل زیست مقامات محلی میگرفتن. مثلا در دهه ها جماعت ها میگرفتن پول اندازی راه را چقدری که میشد و وابسته به همون اندازی جمع آمده با شرکت های راهسازی شرطنامه داشتن، اونها اومده راه ها را تعمیر میکردن. امروز این مسئولیت ناحیه ها به کلای خود گرفتن، از جماعت ها گرفتن، انداز پورا به حساب ناحیه میرود، از سر همون انداز 7% یا 10% زیاد به بودجه دولت میرود. تمام 7 یا 10%. اکنون حساب کنید از 336 سومونی همگی 33 سومونی و 40 سومونیش میرود، دیگرش در حساب بودجه همون ناحیه باید درماند اگر از روی همون حساب ها باشد. من متاسفانه نمیدونم امروز چه خیلی حساب کتاب میکنند، ولی از همون حساب کتابی که سالهای پیشین بود همین خیلی بود که این 326 سومونی فقط برای ماشین‌های یعنی سبکروی میده حالی که اندازه محرکشون 55 تا 70 قوه اسب است، ولی در برابر این ماشین‌های کلان حجم، بارکش، مسافرکش اونها زیادتر انداز میسپارند. حساب کنید که در یک ناحیه ما مثلا کمی کمش 30,000 باشد اگر ماشین 30,000 ماشین مبلغ است، مبلغ اندک نه، یک مبلغ هنگفته می شود. مثلا ماشین های بارکش در یک سال کمش 1,000-1,500 سومون اندازی راه میسپارند بغیر سقورته و دیگر روش. فقط انداز ماشین های خرد سبوره 326 سومون بوده، 335-36 سومون نکن. خب 10%ش با بودجه دولت رفت. پس حکومت محلی چیکار میکند؟ این مبلغ کجا میرود؟ سال گذشته در دره رامید مجمع سیاحی ارخوی نزد مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر وحدت را مورد استفاده قرار داد. این مجمع را رحمانوف مورد بهره برداری قرار داد. مجمع مهمانخانه نو بنیاد را در بر میگیرد. بینندگان که از 5 آشیانه عبارت بوده در موضع خوشمنظره و کنار دریای پرتوغیان ارخو قامت افراخته است. این تحفه رحمان علی امیرزاده به رحمانوف بسیار هم پسند افتاده بوده است و او را برای در دهات دوردست فراهم نمودن چنین شرایط استراحت و فراغت اظهار سپاس و منتداری نمود. این مجمع در مسافه 70 کیلومتر دورتر در قسم شمال و غرب شهر وحدت قرار دارد و مساحت عمومیش 23 هکتار را در بر گرفته انشاءات در حدود آن ساخته شده 1500 متر مربع را تشکیل می دهد. نوشت خدمات مطبوعاتی پرزیدنت. اما رحمانوف یک دهن نپرسید که ای رحمان علی برای ساختمان این بنای محتشم و آن هم در فراز کوهها پول، مصالح و کارمندان را چطور پیدا کردی؟ من سال 2016 بود، ببخشید سال 2020 جنبستی سال 2019 رو میکردن و از یکی از رادیوهای دولتی من گوش کردم. یک مسئول راهسازی در همین شهر وحدت میگوید که برای ایشون یک مبلغ خنده آور جدا کردن تا ایشون کار کنن. نمیدونم با یادم نیست یا 1,500 بود یا 15,000 سومونی. گفته مسئول که این مبلغ رو من گرفتم و با پرداخت کردن انداز و پول برق صرف کردم تمام شد. با چی من دیگر راه تامین کنم در این منطقه؟ بعد اکنون من به فکر فرو رفتم که اگر این یک خوب بگیریم 15,000 سومون باشد، دیگرش کجا شد؟ دیگر این مثلا 30,000 ماشین کمی کمش ماشینی که سبکرو باشد 325 سومونی و 336 سومونی سپاریده باشد. اگر این زمان از 100 تا 150 ساکن وحدت در مومن آباد زادگاه رئیس شهر امیرزاده رحمان علی همچون غلام به پول کار کرده ایستادند. رئیسان جماعه های ناحیه را وادار و مجبور کرده ایستاده است که برای بنیاد مهمانخانه شخصی امیرزاده
پول جمع کنند، مردکار و استا آورند. از زواد اسفالتی وحدت هر رئیس جماعت وظیفه‌دار کرده است که از حساب خودشان برای منفرش کردن راه این مهمانخانه موم یعنی اسفالت ببرند. تمام کارمندان مقامات حاکمیت اجرایی محلی وحدت چنان پیشتر بود برای انشاءات امیرزاده در مومن آباد فرانت زردار اعلان کردند. از شعبه کادری شهر وحدت عبدالواسف عبیدالله 2 ماه می شود در زادگاه امیرزاده رحمان علی در مومن آباد قرار دارد. یک دفتر کلان در دست دارد و تمام کارمندان دولتی وحدت را در آنجا هست و نیست کرده در راست گرافه نام آنها امروز چی آورد، چند پول داد، چند آدم آورد را حساب کرده می نوشته است. تمام راهبران وحدت در بلا مانده اند، بیزار جان شده اند. چرا چنین جانکنی و حشر را در شهر وحدت انجام نمی دهد؟ حتی راه های مرکزی شهرمان وحدت جزیره است، خرابه است. باور کنید مکتب هست که در یک صنفخانه 58 طلبه درس می خواند و در یک پرته از دوره خروشاف مانده 4 کسی 5 کسی می نشینند. تمام تپ و تلاش امیرزاده رحمان علی برای انجام زودتر ساختمان انشاءات جشنیش در مومن آباد این بوده است. مهمانخانه شخصی و کارخانه شیر او را امام علی رحمانوف در جریان سفرش که 24 سپتامبر سال 2020 صورت میگیرد افتتاح نماید. تا جای شنیدیم حتی راهبران مومن آباد این انشاءات امیرزاده را با تمسخر و استهزا وحدت 2 نام مانده اند. 3 روز پیش تمام قالین و میز و کرسی حکومت شهر وحدت را با ماشین ها بار کرده و مومن آباد انتقال دادند. برای ما مایه حیرت این است که از این همه فریب و نیرنگ و مضحکه و مسخره مگر کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان و رئیس آن بیخبر باشند؟ یک رئیس ناحیه نه تنها مردم 2 ناحیه بلکه رئیس جمهوری را فریب داده در نزد خلق شرمنده و میمون ساخته است. مگر امام علی رحمانوف از امیرزاده رحمان علی نمی پرسد که این بناها و این مهمانخانه و این کارخانه کارکرد و تولید شیر و این راههای منفرش را از کدام حساب و با پولی کی ساختی؟ یا تگی گپ را هم خود امام علی رحمانوف میداند ولی خوب دیگر آن طرفش برای همگان معلوم است. 30,000 ماشین که در میان این ماشین ها این کم از 30,000 باشد، ممکن زیادتر باشد، ممکن 100,000 است، نمیدونم، در یک ناحیه خودش. کی این رو تفتیش کرده میبره؟ تا به کی ما خاموش می نشینیم که خودمون جبر بینیم از این همه ناعدالتیه که بعضن مقامات انجام میدین؟ کسی تفتیش میکند که آیا همین گونه یک مبلغ آمد کجا شد؟ چرا راه تعمیر نشدن؟ بعد سنگ معلومات به کی میرود؟ سنگ معلومات به حکومت جمهوری. میگویند که نگوید از مشکلات نگوید. وقتی که در سطح محل کار نمیکنند، مسئولیت را به دوش نمیگیرند، بعد کی گناهکار میشود؟ البته حکومت جمهوری. ما بار دیگر از همه مسئولان خواهش میکنیم، اکنون موسم گرمی ها اومده ایستاده، ان شاء الله خدا خواهد. شما در نوار دیدید که وضع راه ها در همین ناحیه چه خیلی است، در ناحیه های دیگر چه خیلی است. اکنون باز خودتون شاید در نوارهای دیگر برای مردم پیشنهاد میکنید و گپ میزنید، ولی آن پولی که در مقامات ناحیه ها نیست میشود و حل و دل میشود، غیر مقصد ناگ استفاده میشود و این جوابگری هم دارد. باید پرسجو شود. مردم هم باید بدانند که اندازی میسپاریده آنها به کجا میرود. خدا کند که اکنون در آینده این همه کمبودی ها اصلاح شوند.